دختری به عقل حتی بازی رو هم کردن نمیتوانند. نترس یاسوما، نترس، من تو رو داشته ایستادم، نترس، آرام شو. تو دیوانه مگر ها؟ یا به عقل چرا خودت رو به آب پرتوکتی ها؟ تمام، آرام شو، تمام، آرام. با نزد زینه پویا رسیدیم، زینه پویا رو داشته با بالا برام. خب انا همین خیلی من تو رو نفهمیدم. تو مرا کی گمان کردی؟ با فکر من یکم بیعقل هستم که با ناموست دست دراز میکنم. تو مرا کی خیال کردی؟ کیستم من؟ آیا گفتم میتوانی که کیستم من؟ اوزم نپرس. این چی بیعقلیست؟ اگر بار دیگر خودت رو به آب پرتوی هرگز تو را نجات نمیدهم. بیعقل، دختری بیعقل. این را گیر. از تو دیگر یک کلمه هم شنیدن نمیخواهم. فهمیدی؟ التماس خاموش. ساعت از روزه گذشت. کمتر پس می آید خاله جان. خاطر نشوید شما. آخر تلفنش هم جواب نمیدهد. مبادا یگان مدرسه نشده. این خیلی نگوید. خدا نشانه دهد. اوف، با فکرم شب نشینی خیلی خوب گذشته ایستاده است. برای همین هم دیر کرد. کی میداند شاید از سبب خوش گذشتنی وقت ساعت رو هم فراموش کرده باشد. فهمو دخترم. تمام. آن طرفش را خودم میروم. تشکر برای همش. با این احوال با کجا میروی؟ تاکسی داشته به خانه میروم. ایست با تو میگویم. دیوانه شدی؟ در این بی وقتی خودت تنها؟ من خودم تو رو به خونه تو میبرم. رفتیم. این دختر کجا شد؟ با کجا میروی؟ خونه اتون در کجاست؟
تو رو با کجا برم؟ سراغت رو گفتم میتوانی کجا برم تو رو؟ شب نشینی تمام شد دخترم. فعلین یک بار مرا گوش کن. برای من سر نشده همش تمام شد مادر جان. گل رو چی واقع شد؟ یاسمن آمد مادر جان. جین زند تا حال باوریم نمی آید. هر وقتی که به خاطرم می آید دیوانه می شدم. باوریم نمی آید تو این کارو کرده باشم. اگر میمردی چی میشد؟ چی میشد دبزن؟ داد نزن به من. شناوری رو نمیتوانست تو خودش رو به آب میپرتاید. برای تو مجبور شدم که به آب یک باری خنک درآیم. این فکر چقدر در سرت آمد؟ چقدر جرأت کردی خود رو به آب پرتایی؟ تو چقدر دختر هستی؟ بس کن. داد نزن. چرا تو با شب نشینی اومدی؟ چرا آمدی؟ برای چی در کشتی من بر این آدم سوار شدی؟ بهتر از در خانه اتون بنشستی. یاسمان با تو چی شد؟ یاسمان خودت رو با دست گیر. خیلی برو یاسمان برو. نفس گیر با تو گفتم. دوروی در کجاست؟ در اینجا بگیرست. یعنی گیر حاضر نفس میشه. آروم باش. نفس گیر. یاسمان نفس گیر. حاضر تو رو به بیمارخانه میبرم. اونجا تو رو تب و بد میکنم. چی میدونم؟ بیا میرم. خسته منش هیچ کجا نمیتونی. نه به بیمارخانه و نه به دیگر جا. فقط همین که نفس گرفتن رو دوام بده. منش التماس پدرم نفهمم. مایلش یاسمان با تو وعده میگم که هیچ کسی نفهمم. پدرم فعلین اگر در درون باشی التماس در رو پوشو. فعلین در رو پوشو. فعلین در رو پوشو گفتم. امشب به نهایت فعال بودی. اگر رقصت رو به نظر نگیریم شب خوب بود. یک شبی فراموش نشونده گذراندم با تو. تشکری زیاد. بس کنید. حادثه خوی از سرم گذشته. از پایی کشیدم رو ندیدید مگر؟
یوسمان این چی احوال؟ فخریه در حیاتم یک شبی فراموش نشم در رو گذرانیدم. در یوسمان بیا یک دم شین. یوسمان نقل کن چی شد؟ خیلی خواطر شدم برای تو. کنی گپ زن؟ هیچ نمیفهمم با این حال چه خیلی گرفتار شدی؟ خودم رو با آب پرتافتم. چی؟ چی طور؟ یا توبه. یوسمان تو رو تجاوز کردنی بود؟ نه فخریه نه، گناهگاری اساسی خودم هستم. یوسمان کجا شد دخترم؟ چی؟ کاش میمردم و اون حادثه رو هیچ از سرم نمیگذرانیدم. اون تحقیرها رو نمیشنیدم. این خیل نگو جانم، این خیل نگو. گوش کن چی میگویم. برای آقای مجید هم امشب آسان نبود. باور کن مردم به شب نشینی برای استراحت میروند. او باشد برای نجات دادن تو خودش رو به آب میپرتاید. تو این رو میفهمی؟ فخری از کاری کردم شرم میدارم. زیخ نشو، اینها همش میگذرد. حتی فراموش هم میکنی. کاش فراموش کرده میتوانستم، لیکن نمیشود. آیا فراموش کنم گفتنت با مجید یگان علاقه نداشته باشد؟ فخریه من به او نفرت دارم. آما جون در کجا بودی دخترم؟ درو بخونه درو. دخترم ساعت 3 سحر شد. در کجا میگردی تو؟ مرا بسیار خواطر کردی. مرا ببخشید اما جان. موی های سر تبتر در کجا در شد؟ من پیش پا خورده به حوض افتیدم. چرا به اون جایی که نمیدانی میروی؟ یک جوشینی نمیشود. شرط بود به اونجا رفتنت. شما حق بودید اما جان. از رفتنم چنان پشیمان هستم که هیچگاه خودم را نمیبخشم. دیگر از محله حتی برآمدن نمیخواهم.
آقای مجید نهاریتان رو آوردم. با کجا گذارم؟ شمسی به مکتب دیر مونده ایستاده. نهارت رو نمیخوری؟ شیر برنج پختم. شمسی؟ نزاکت شمسی نمیآید یا اینکه خوب است؟ باز به مکتب دیر نماند؟ نه مادر جون، خوب نیست. مادام که خوب نیست پس اومده پیش از مکتب خوراک خورد. مادر جون، احوال شمسی اونقدر خوب نیست. کمی تنها ماند بهتر. چی شد؟ مگر بیمار است؟ نه مادر، به یک نقطه نگاه کرده به فکر فرو رفته است. ولی آسان نیست. اگر برای ما اینقدر مشکل باشد به برادر 2 مراتب مشکل تر. خدا نگاه دارد تا نگاه یگان بلا را به سرمون نورد. چی شد اصلیه خانم؟ از گلویت نمیگذرد؟ همه این بلا را به سرمون آوردی و خودت را در اتاقت پنهان میکنی؟ است مادر جون خیر. الو، گوش میکنم. بله من هستم. آقای اسماعیل خوب هستن؟ امره خوب است؟ شکر خوبیم. من برای خبر دادن روزی نکاح به شما زنگ زدم. مبارک باشد خانم زهرا. پدری امره روزی نکاح را رفته معین کرده است. روزی نکاح را؟ خدا رو شکر. کدام روز بوده است؟ نصیب باشد کدام روز است؟ نصیب باشد آخری همین هفته. آخری همین هفته گفتید؟ بله. خیلی که میدونید پسری ما بسیار حواسی زنگیری دارد. پدرش با او نگفتن نتوانست. هم یکدیگر را خیلی دوست می‌دارند. انتظاری نکشند و زودتر به مقصدشان رسند گفتیم. بله، دوست داشته ها را بسیار انتظار نکنیم. خانم، شما به خانه ما یک مرحمت میکردید تا اینکه از نزدیک مصلحت کنیم. چی گفتید؟ ما همه مصلحت خود را کردیم. بار دیگر اومده شما رو تشریح دادن نمیخواهیم. روزهای نزدیک لباسهای عروسی اصلی رو میفرستیم. یک گپ دیگر رو با شما گفتنیم. خیلی که میدونید اولاد اجداد ما آدمانی با آبرویی، برای همین در توی از طرف ما آدمانی خیلی بسیار میآیند. از طرف شما باشد از 10 نفر زیاد نآیند. فهمیدم خانم، فهمیدم. خیر، چی گفتند؟ آخری هفته دخترم را توی میکنید، اما از طرف ما اشتراک 10 نفر کفایه بوده است. آنها اولاد و اجدادی با آبرو بودند، برای همین از طرف آنها آدمی بسیار می آمده است. اصلی روزی نکاحش را شنید؟ بله شد. شمسی، از طرف داماد زنگ زدن آخری هفته توی داریم. یاسومان، دخترم قهوه رو برده به پدرت ده. چنان در خجالتم که به چشمان پدرم نگاه کردن نمیتوانم. با گذشته سواد دختر، خدا رو شکر هیچ کس نفهمید، همش گذشت. با آب افتیدن این به دهان مردم افتیدن. نه دخترم، اگر مردم خبردار شوند از این کار دهانشان رو بندی با دیگر جایش رو گپ بزنند. خیریت بگپ و گپ چه خلاص شدی.
قهوه پدر جون. تشکر دخترم. پدر جون از یک چوب چقدر آوازی فورم میبراید. از یک طرف هستی، از طرف دیگر نیستی. کدامش را صاحب شدن میخواهی دخترم؟ البته که هستی رو. وجدان را هستیش بهتر است، کور نمکی را نیستیش. برای همین با داده قناعت کن و با داد بیزی گفتند. درو شرم ندار. ببخشید خالای گلتن. من علاوه چشمی تو رو در درون میگیرم. دیدی نتیجه ای پیچیرهایت به چی آورده رسان دختری بیچاره؟ از کجا میدونستم که این خیلی میشود؟ کنی گذر. خوش آمدی دخترم. سلامتیت چطور است؟ خدا را شکر بهتر شدم آقای فیض. خدا را شکر خوب است. درو. شب نشینی بوده است. شما در بین این بایها چی گم کرده اید؟ خیر به مقصدتون رسیدید؟ در شب نشینی نقصدم گرفتید؟ تمام خالای گلتن همش گذشت. نه چیز نگذشته از فخریه. لباس زهره رو چیکار میکنید؟ چخیل برمیگردانید؟ یگان جای آباد ندارد. فخریه در یادت باشد وقتی که من با حفظ افتیدم لباسم تر شد، اما هم لباس رو در نظر دارد. تو چطور با آن حفظ افتیدی نمیدونم. پایم لغزید فخریه. جزای شب نشینی رو علاقه تو گرفتی یاسومن. بس بودگیست خالای گلتن. نه بس نیست. حالا من گپم رو سر نکردم. به خدا قریب فشارم بلند شود. یاسومن جواب اینقدر دروغ رو چطور میدهیم؟ فکر نکردی؟ خالای گلتن ما در حیاتمون باری اول یک چیز رو دزدیده ایم. خواستیم که به مانند آنها یک بار در دنیا هشان باشیم. دیدی دخترم نتیجه شب نشینی رو دیدی؟ اما جان من تنها میخواستم. تو تنها یک شب خواستی دخترم، اما این تمام حیات فراموش نمی شود. از
از برای خدا بس کنه. به این هم در یک وضعیت میباشم که چیکار کردنم رو نمیدونم. شخصا من تمامی شب خواب نرفته لباس رو تماشا کرده نشستم. التماس بازمی همه این باز شما در بالای سوخته نمکم ناندازید. اما لباس رو چگونه برقرار میکنیم؟ فهریه کنی به نزدی خوشکش روی رفته پرسید از عهده این لباس بر آمده میتواند. گوش کنید زودتر برگردید. به خدا قسم این دفعه نمیدونم. این دفعه خلاصی نداره میدونیم. تشکر زیاد اما جون. گلتن دخترها کجا رفتن؟ به نزد زهرا برای کمک رساندن. من به قهوه خانه میروم. اگر اون چیز لازم شود زنگ زن. خدایا از این بدتر باز چی شد؟ خانم اینجا یگان چیز میخواهید؟ نه تشکری زیاد. مجید از خوابش نخسته؟ نه خانم شب خیلی دیر اومده بود. اگر چرا بیمی رو گذاشتم با بیرون رفته بود. جانکم خودت رو غمگین نگیر. همین که لباس رو برقرار کردیم جان ما خلاص می شود. چی؟ چرا نگاه میکنی؟ در حقیقت جوانی زیبا بود. نه نمیدونم فخریه. چه خیلی نمیدونی؟ شبی دراز همرویش رقصیدی. برای همرویش رو نگاه نکردی؟ نگاه کردم اما نه اون طوری که تو فکر میکنی. جانکم باید میدیدی. باز کی میبینی این خیلی انسانی قدرتمند رو؟ درست میگویی. باز کی میدیده باشم. یوسو من صحبت کردنم لازم. خودی حاضر. حاضری میکن پذیر از شمسی. من از تو نپرسیدم. شمسی مبارک شود. خواهرت را توی میکنی. تشکر. مبارک شود. مبارک شود. یوسو من در شمسی یک نقصانی افتم. بینیش کج بود است. بس کن فخریه. معلوم می شود که شب نشینی را خور گذارده است. خدای توبه. مجید با اینجا بیا پسرم. حاضر نمیتوانم مادر جان. بر آمدنم لازم. در این روزنامه درباره تو نوشتند. خواندن نمیخواهی؟ بعد میخوانم. خودت میدونی. یک چیز دیگر پرسیدنی بودم. شب خنک نخوردی؟ برای آن که آبی بر شبها خیلی خنک میشود. در آب خنک آبازی کردن فکری کی بود پسرم؟ پلین یوسف من تمامی نقشه هایم رو برباد داد. اوه پلین این خودش چی بود؟ شب نشینی چقدر گذشت پسرم؟ نمیدونم. نخود. این دختر کی است؟ شما او را نمیشناسید. اگر ارزنده باشد به من آن.
او را در خجالت نمان. کریم، تو این دختر را نمیشناسی؟ یک شب دختر را از کجا میشناسم؟ آقای احمد، من مجید ارجیاغلو. شب در شب نشینی عکسایمان رو گرفتند و ما بی‌خبر. چرا عکسایمان رو چاپ نمودید؟ مقصدم همین که عکس‌ها رو دیگر چاپ نکنید. اگر یک بار دیگر این عکس‌ها رو بینم شما رو زنده نمیمانم. فهمیدید مرا؟ التماس پدرم نفهم. مالش با تو آدم میگرده هیچ کس خبردار نمیشه. تلفنش رو نمیبردارد مادر جان، نمیبردارد. دخترم شاید هنوز خواب باشد. خواب باشد از خوابش خیزد و کاری کردهش رو با من فهموند. کی میدوند شاید تو با یوسمان همراه باشد. اگر پدرش فیض شنود او را میکشد. نکنم بینید مادر جان، دگونه هایم زنگ زده ایستادن. شرمنده شدم. بلی تو حقیقت آشکار نشود به زنگ های تلفن جواب نده. صبح بخیر. نیمه روز شد گل رو. چی کار کنم مادر جان؟ خسته شدم. و همش تو گناهگاری. چی شد؟ من چی کار کردم؟ گوش کنید دختر رو بس کنید. یاسمان چقدر زیبا شده ای. مجید تو رو با یاسمان شناس کنم. مجید ای بی من یاسمان رو تو دعوت کرده بودی. نه برای اون که تو او را با مجید شناس کنی. 7 بار چنگون 1 بار بور گفتند. کاری کردی که یاسمان مجید رو از من گرفت و موفق هم شدی. تبریک میکنم. پلین از برای ثواب تو چی ها گفته ایستاده ای؟ در تمام روزنامه ها عکسهایشان را چاپ کردن، اما تو چی؟ کاری که در کشتی آغاز یافت اون رو آب به انجام رسوند. خدا چی گپ است؟ مشکل است، خیلی مشکل است. این لباس دیگر مثل پیشتر نمیشه. آه فخریه، با این کاری کرده همون شرمنده میشویم. دیروز به شب نشینی یاسمان هم اومده بود پدر. خیلی حیران شدم. آفرین یاسمان. باورم نمی آید که در این خیل جایها اشتراک کرده می توانسته است. در آنجا یگان حادثه روی داد. مجید شب نشینی رو گذاشته به سیر بحر رفت. تمام. مجید در آنجا ناراحت شده تنهایی را انتخاب کرد و این حرکتش تو را دیوانه ساخت. این خیلی پدر. مجید یاسمان رو انتخاب کرد. گیر بخوان جان. یک چیز گویم، کاری نیست که راهی حلش رو نیفته باشد. آیا تو میدانی که چقدر مشکلی رو پسی سر کرده این لباس به اینجا آمده است؟ برای همین نگویی که هیچ کار کردن نمیشه. احوال این لباس رو بینید؟ حلقه کف میشوید. شما با این لباس چیکار کردید؟ با این لباس خانه ها رو تازه کردیم. برادری جان، مگر نمیفهمی اگر این لباس احوالی پیشترش رو نگیرد ما رو مرده حساب کن. مرده. به خدا نمیدونم اما سنجیده میبینیم، لیکن وقت زیاد میگیرد. با تو دیگر خیلی میفهمونم اگر این لباس رو امروز برقرار کرده به صاحبش برده نسپاریم ما دو دختری جوان و زیبا روحمان را تسلیم خواهیم کرد. فهمو؟ جدی میگوید؟ بله برادر. تو ما را تماشا کردن نیستو، زود از پسی کارت شو. خدا، سری بی بلایم را در بلا ماندم. خسته نباشید. خوش آمدید آقای فایز. خوش باشید. سلام علیکم آقای فیض. و علیکم السلام اسماعیل.
مرحمت آقای فیض. این دختری تو نیست آقای فیض؟ از سحر تا حال به همین خبر نگاه کردم. با خود گفتم که نه خود دختری آقای فیض همین کارا کنه با یک مرد بیگانه نصف شب. شکر که از لباس به آسانی خلاص شدیم. جانم همش خوب می شود. کمی به خود بیا. یا سومن چهره‌ات را پوشو. فخریه تو به خانه رو من رفته فهمم چی میخواهد. با مثل دیوانه ها می نماید. هوشیار شوی عثمان. مایلش رو هیچ خیال نمیکردم که روز دختری تو همین خیلی رفتار میکنه. حیف خدا حیف. مردم مثل من فکر نمیکنن. به همه نصیحت کردن میگردد و بیهوده نگفتن که پیش از کسی را گناهکار کردن اول گریبان خودت را بوی کن. چی گفتن میخوای شمسی؟ زودتر گپ زن. من خیلی سراسیمه ام. چی باز به شب نشینی میروی؟ ها؟ خوب این مراتب احتیاط شو که با آب نفتی. باورم نمیآید عثمان، تو در اینجا چی گم کرده ای؟ این مرد کی است بگو آخر. من با تو دست نرسوندم، تو با من خیانت کردی، میفهمی؟ مرا، خودت رو، اویلت رو شرمنده کردی، با هم خیانت کردی. خیانت گوش کن شمسی. ناموست رو پایمال کردی، شرافت رو از دست دادی و برویت رو ریزاندی. گوش کن آخر شمسی. چی گفتن میخواهی؟ چی کار کردن میخواهی؟ تو همه آرزوها و هوس‌های مرا در آب غرق کردی. اما
مادرت پیش از وفاتش تو را به من امانت گذاشته رفت. من هم به او وعده دادم که دخترمان را خوب تربیه میکنم. اما تو چی کار کردی؟ تو با شما را در بری مادرت زنده به زنده کوروندی. مادر التماس خیلی نگویی. به من دروغ گفتی. به اونجا رفته خودت را شرمنده کردی. همین خیلی نه؟ تو را از کودکیم مثل گوهر که چشمم احتیاط کردم یاسمن، اما تو باشی در یک شب مرا شرمنده کردی. همین بود مگر پاداش مهربانی هایم؟ مگر تو را دوست نداشتم؟ چیزی که خواستی ندادم، به زمین افتادی نبرداشتم یاسمن. کنی که ابزن چی کم بودی در خانه داری؟ تو فهمان که من فهمم. مادر من قسم میخورم. قسم نخور. سلیم چه شد جانم؟ میبینم که تنهایی رو انتخاب کرده ای. تا حال درباره خبری مجله فکر میکنی همین طور نه؟ بله، یاسمان مرا قایل کرد. این یک شرمندگی است سلیم. و این جسارت رو از کجا پیدا کرد که بچونی شب نشینی رفته است؟ هیچ به عقل کس راست نمیآید. راست میگویی. رفتار یاسمان به عقل راست نمیآید. به عقل او فکر نکرد که برای مجید او مثل دختر یک شبه است. من باوری ندارم که فیض او را برای رفتنش اجازه داده باشد. این را من خوب میدانم. یاسمان پنهانی رفته است. بله همین طور است. ولی کی میداند که هر شب این کارش را تکرار میکند؟ نمیفهمی مگر فیضه؟ یاسمان پرنده آزاد بودن میخواهد. اگر در حقیقت دختری خواهرم همین خیل نیت داشته باشد با او یاری میرسانم. حادثه های از سرم گذشتن و عذاب‌های کشیدم رو ندیدی مگر؟ یاسمان این چی کاری کرده با دخترم؟ خیلی پشیمونم اما آه دخترم آه. به فکرم شمسی هم خبردار شده است. هیچ کس نیست که دستم رو سویش دراز کنم.
برای توی کمی سراسیمه شدن، اما تو به این اهمیت ندی، به یگون گپشون اهمیت ندی. خواهرم میدونم اونها تو رو خیلی تنها خواهند کرد، اما تو باشی تنها به شوهر و خونت اهمیت دی. فهمیدی؟ و خسور و خوشنامت رو حرمت کن. چطور آغاز کردنت رو نیو، چطور زندگی کردنت رو فکر کن خواهر جان. فهمیدی؟ خونه شوهرت اونقدر هم دور نی. ما زود به خبرگیریت میرویم، تو رو در اونجا تنها نمیگذاریم خواهر جان. از همه مهمش اون کی تو با امری. اپا من با امره هیچگاه خوشبخت نمیشوم. چی؟ همش همین قدر بوده است. اصلی جون جونکم تو چی گفته ایستوده ای؟ اپا جان سرم را سیله کنید. آخران مراتب اقلا یک کس با محبت با من رفتار کند. جونکم خیلی تنهایم. Kapat gözlerini şimdi, uyku zamanı. Sen bir küçük bulutsun, ablan seni uyutsun. شانسی خوش آمدی پسرم. گرسنه نیستی؟ میدانی دیدی کسی رو دیدن نمیخواهد. نصیب کند همین نکو با یک آبرو گذرد. اصلیه اصلیه. شمسی در برای توی اصلی کمی گپ زدنمون لازم. با بیرون برو. شمسی تو باید مرا گوش کنی. با بیرون برو گفتم. نمیفهمی؟ دردت رو نفهمیده نمیروم. با یوسمان جنگ کردید. البته که بعضی آوازها به تو هم رسیده است. همین طور نه؟ یوسمان شب گذاشته پنهانی به کدام شب نشین رفته بوده است. آنقدر استراحت خوب گذرانیده است که حتی با آب پریده است. تو خبر داری؟ چی؟ تو میفهمی چی گفته ایستاده شمسی؟ هیچ باورم نمیآید. هیچ باورم نمیآید که عثمان این خیلی کار رو کنه. دروغ است. به گپ هر کس باور نکن. این مردی دربارش بوده کی است؟ مجید ارجاغلو. صبح خیر. صبح خیر جانم. فهمیدم که صبح به خانه آمدی. شب را در کشتی مگر گذراندی؟ شربت افلسین میخواهد آقای مجید؟ نه قهوه میخواهم. حاضر میارم. آنور سلام. چی خبر است؟ آنور از پاریژ برگشت. پدر و مادر تو را میپرسند. سلام رسون. و دانستانی که کی برمیگردی؟ تو را یاد کردیم برادر. مایلش تو را انتظاریم. تا دیدار. کی برمیگشته است؟ نصیب باشد هفته آینده. آنور که آمد یک جای شبای استانبول را آرایش خواهیم داد. آن وقت جوان بودیم پدر. حاضر باشد مردی کلان شدیم. یعنی شبگردی ها با آخر رسیدند. بله با آخر رسیدند. این خیل باشد در شرکت کارها تو را انتظارند. خیلی خوبه. من هم کی آغاز میکنم گفته انتظار بودم. لیکن یک خواهش دارم از تو. البته پدر. تو را با یاسومان گفتنی دختر دیدن نمیخواهم. نامش رو از کجا میدونید؟ تو حالا پدرت رو خوب نمیشناسی. امروز مالهای نوی به شرکت آمده رو حتما دیدنت لازم است مجید.
از شرکت زنگ زده ایستادن. جواب دادنم لازم. لبای آقای نجاتی. وقتی آخر پدرت با کارگران شرکت پنهانی گپ میزند. کارهای رسمی چی طور رفته ایستادن مادر جان؟ یه صبرانه نماشوی نوری میگذارد. کدام وقتی که خواهی جانم؟ نپور زهرا به سرمون چی اومد؟ از دیروز باز نمیدونم در زمینم یا در آسمان. کاری کرده ای دخترمان رابی. از نزاکت فهمیدم در حال آمدنی بودم، لیکن از آقای فیض شرم داشتم. نپرس. بیچاره از پای افتاد. صبحی بر وقت خسته بر اومده رفت. شبی دراز خوابش نبرد. آخر خودش یک مردی بیمار است. بسیار ترسیدم مبادا حادثه روی ندید. یاسمن در کجاست؟ در حجرهش. بیچاره از گریه بسیار آبی چشمش نماند. من که گریه کند با او رحم نکن. چی گم کرده از در جایهای نامعلوم؟ ناموس عائله رو دکتر نمود. زهرا به دهانت نگاه کرده کپزن. نه من و نه پدرش به ناموس یاسمن یگان ذره شبهه نداره. با وجود آن که آنها را در مجله چاپ کردند، تو گفتنی که به یاسمن دست نرسونده است؟ نه نرسونده است. خدایا توبه. زهرا این حادثه مثل حادثه به سر دختری تو اومده نیست. میدونی چی؟ پدرش خبر نداشته باشد هم، لیکن من به او اجازت داده بودم. یاسمن در جای بیگانه نبود، همراه دخترانی تقایش بود. در درونی آب چی کار میکرد؟ کمی توقت کن میفهمونم. هنگامی از نزدی حفظ آب گذشتنش پرش رخصیده افتیده است. اون مرد باشد برای نجات یاسمن به آب در آمده است. شنیدم که او خیلی ثروتمند است. ثروتش از سرش ماند. با ما چی زهرا، با ما چی؟ من اکنون روم. کارهایم از موی سرم هم زیاد است. خدا حافظ. چی میرم؟ میروم. می نشستی یک چای می نوشیده؟ در خانه می نوشم. خوش آمدی آقای فیض. خوش باشی جناب. مرحمت گذاره. خالای زهرا برای سرزنش کردن آمده بود. دخترم آنها خواطیر شدند. حقیقت حال را گفته دادم. فهمیده آرام شد. آیا پدرم به من باور میکرده باشد؟ مرا میبخشیده باشد؟ آفرین به اسماعیل. مردی بناموس، مردی باشرف بوده است. پس از خبر یافتن به کمک یگان کس در حال رفته دختر را عروس کرده. این جوانهای حاضره را من فهمیدن نمیتونم. تمام حیاتشان را برای یک چند ثانیه راحت فدا میکنند. به این کارها نباید دست زنند. آخر دوره جوانی دوره مشکل است و کوتاه است. نه همه به قدرش میرسند. آقای فیض، وقتهای آخر غمگی می نمایه یا اینکه در نظرم میتابد. آیا روزنامه روز گذشته رو نخواندید؟ تنها یک نظر گذراندم. چی شد؟ بخیر است؟ من یک بیعقل دیگر. یک کاری حلال ندارد. تو چه کار کردی؟ همه را ویران کردی. جواب های لطفا را آوردم آقای جمال. خوب است آقای فیض. تشکر. خوبم بیست. خیلی به من ده. خودم بینم. استاد جمال، شما با شدن که خواهید برای چی مرا با خود گرفته؟ تو را؟ شاهد هم شدن نمیتوانی. همه کار فرمودن عقلت را یاد حالا گوید بعد با شدن پولها را تقسیم میکنم. جانم
خسته می نمایی؟ بله. شب خوابم نبود. مرا یاد کردی؟ البته. من هم تو رو یاد کردم. امشب با من میمانی؟ رئیس ببخشید شما را ناراحت نکردم؟ نه سلام، بیا بزن. تشکر خانم اسمت. پیش از آغاز مجلس با من گپ زدن می‌خواستید؟ بله سلام. با تو درباره یک مسئله مهم گپ زدنیم. مجید از امریکا برگشته است. بله میدونم. برای برگشتن مجید پیش از همه دخترم خرسند است. مجید را با مجلس دعوت کرد. بله، کاری خیلی خوب کردی. او هم در برات کار کرده، یک روز نه یک روز جای نشینت خواهد شد. حالا من همین جایم سلیم. مجید همچون کارگر با وظیفه منیجری شرکت کار خواهد کرد. سلام خالای گلتن. آقای فیض در خانه است؟ تو حالا از هیچ چیز خبر نداری. چی واقعا شد؟ بداخل درو به درون گذر گفتم. گلرو خلل نرساندم. نه پلین چی خیل است؟ غمگین است، خیلی رو افتوده است. تا حال باورم نمیآید که مجید یاسومن رو به کشتی سوار کرده باشد. گویا خوب دیده باشم. پلین دیگر چی کار کند؟ گلرو یاسومن خیلی زیبا است مگر؟ اونقدر زیبا است که دقت مجید را جلب کرده است؟ مادر در بارش فکر بد نکنید. یاسومن نظر به دخترانی که در آنجا بودند زیبا نبود. باور کنید زیبا نبود. تنها او از دیگران فرق میکرد. قد و بستش، طرز سخنرانی و کمگپیش، طرز راهگردیش. عجیب. مادر جان، با فکرم با مجید ارجاغلو دخترانی کمگپ معقول بودند. مثلا من تا خبردار نشدم از روزنامه. با فکرم جهان هم خبردار نشده است. اگر خبردار میشد کیها با من میگفت خالای گلتن. انا میخل فخریه از برای خودو بس کن وگرنه یک شپاتی میزنم. فهمیدم. یاسومن، اما که فیض یگان چی گفت؟ دیگر چی گوید؟ مردنم بهتر است. تا حال برایم نگاه نمیکند. شمسی برای همین با تو گپ زدن خواست. چی گفت؟ یگان چیز نگفت. خدا را شکر. روزنامه رو برایم زد.